همکاران محترم خوش آمدید به بخش چهارم برنامه استفاده از معلومات تغذی سیستم تدارکات نیازسنجی سپلای در سطح مرکز صحی. در این بخش همراهتان کار خواهیم کرد که چگونه سیستم نیازسنجی را در سطح مرکز صحی اجرا میکنند و همچنان کار خواهیم کرد که شما چگونه میتونید لیست را ببینین و مرور کنین و در صورت لزوم تغییرات بیارین. در صفحه دیتابیس در بخش سپلای چین روی فورکاست اند کوانتیفیکیشن بخش کوارترلی ریکویزیشن کلیک کنین که این صفحه ظاهر خواهد کرد. در این صفحه طور که دیده می شود خالی است و چیزی نیست، در صورتی که قبلا در کوارترها یا روزهای قبلی تخمین کرده باشین در اینجا دیده خواهد شد. روی Create New کلیک کنین، بعد IP یا ایمپلمنتر مورد نظر را تایپ و یا انتخاب کنین، ولایت مورد نظر را، ربعی که میخواین برای آن تخمین کنین را انتخاب کنین. به عنوان مثال ربع اولی 2021. متوجه باشین که وقتی که ربع را انتخاب میکنین ربع قبلی تا فعلا باید ارقام مکمل برای تمام کلمه که در سیستم شده باشن. اگر معلومات قبلی یعنی معلومات آینه داخل سیستم نشده باشند، در اون صورت تخمین صفر خواهد کرد. سیستم برای شما صفر تخمین خواهد کرد. بنابراین برای از که سیستم درست کار کنن و معلومات دقیق تخمین گردد، باید متوجه باشین که ارقام ماهای قبلی باید به صورت درست داخل سیستم شده باشند. که در این لیست روها را میبینید، یعنی به این صورت کار میکنن که در کوارتر اول 2021 برای کوارتر اول 2021 تخمین کنیم معلومات ماه ششم 1399، ماه هفتم 1399 و ماه هشتم 1399 باید داخل سیستم مکمل به صورت درست در سیستم شده باشد. یعنی از ماه 6 1399 الی ماه 8 1399 باید تمام معلومات مراکز صحی راپور آینه داخل سیستم شده باشند. در غیر آن تخمین یا نیازسنجی درست کار نخواهد کرد و اشتباه خواهد شد. خب نامی معلوم ایمپلمنتر، ولایت، request period، requested و requested by. در اینجا نام کسی که ریکوست کردن یا درخواستی را از طریق سیستم درست کرده است باید رسانده شد. به عنوان مثال، البته این مثال است، عبدالله محمودی. شما باید نام خود داخل سیستم کنین، نه نام مرد. در بعضی نیازسنجی ها یا ریکوست های قبلی در سیستم شده است، دیده میشه که نام مرد در ریکوست بای رسانده شدن. در سوالی که درست نیست باید نام خودتان در سیستم برسانید. بعد از فراهم نمودن این معلومات روی سیف کلیک. خب بعد از سیف
این صفحه ظاهر خواهد گردید که در این صفحه چندین تب دیده می شود. البته تب اول ریکوست اینفو هستند که معلوماتی که در صفحه قبلی ما درج سیستم کردیم یا انتخاب کردیم برای ما نشان می دهد. در فسیلیتیز لیست که نکایی برای کی انتخاب کردیم یا می خواهیم که برای تخمین کنیم یا از این لیست برای تخمین از این مراکز برای تخمین استفاده کنیم ظاهر می گردد. بعد کنزامشن لیست و هلت فسیلیتی اوریج بیست است که در اینجا نیازسنجی را در سطح مرکز صحی برای ما نشان می دهد. البته فعلا طوری که دیده می شود طوری که می بینید لیست خالی است و در آن چیزی دیده نمی شود. با خاطری ات کنزپشن استیمیشن کلیک میکنیم. بعد اوکی. خب request process successfully. خب این لیست ظاهر خواهد شد بعد از پروسس که در اینجا معلوماتی facility ID و name, facility type, program IPD SAM و PD SAM، نام سپلای، تعداد اطفال، adjustment کامنت، سیستم استیمیشن و توتال استیمیشن برای ما نشان داده خواهد شد و همچون اپروال. برچردن تعداد اطفال را نشان می دهد. سیستم استیمیشن یعنی تخمینی که سیستم به صورت از ماجرا کردن در اینجا برای ما نشان داده خواهد شد که برای 260 عنوان مثال برای 260 طفل 16 کارتن RUTF تخمین شدن و در پروگرام OPD SAM و در پروگرام OPD MAM برای 381 طفل 345 کارتن RUTF تخمین گردیده است. همه قسم برای دواهای دیگه. خب adjustment کامل را برای در صورتی که بعضی adjustment نیاز باشند در صورت میشه استفاده کنیم. در این مثال میبینیم که دوا را کم تخمین کرده است. در اون صورت شما میتونید دوای بیشتر مثلا 20 کارتن کم اگر تخمین شده باشند را اضافه کنید و بعد کامنت یا دلیلی که چرا شما 20 کارتن را اضافه کردین در اینجا میرسانید. یا در بعضی دواها بعضی بخشا در بعضی کلینیک ها میبینید که زیاد تخمین کرده است. در اون صورت باید منع شود. به عنوان مثال میبینید که در اینجا به عنوان مثال 2 کارتن زیاد تخمین کرده است. در اینجا بعد دلیلش میرسانیم. در ادجستمنت میشه که کمی و زیادی باشن و یا بعضی دلایلی دیگر باشن که در اینجا شما میشه در ادجستمنت برسونین و بعد سیف کنین. برای سیف کردن روی اپدیت باید کلیک کنین. اپدیت شد. طوری که میبینین توتال 36 شد. 20 جمع 36 مساوی 20 جمع 16 مساوی به 36. از 28 که 2 کم شد 25 باقی میمونه. نه از 25 که 2 کم شود 23 باقی میمونه. همچنان بخشای دیگه. خب از اد در این دکمه ها طوری که میبینین از اد ضرورت نداره استفاده کنین. از ادیت وقتی روی یک ادیت میخواین ادیت کنین دو را وجود دارن. یکی
روی رکورد مورد نظر کلیک میکنین، روی ادیت کلیک میکنین و یا یکی روی سل مورد نظر که در اینجا فقط adjustment است کلیک میکنین و انتر میکنین، بعد اپدیت میکنین. در صورتی که اگر رکورد رو خواستن حذف کنین، ریدیلیت کنین، کلیک کنین. در صورتی که خواستن در اکسل انتقال بدین معلومات روی اکسل اکسپورت، در صورتی اپروال روی اپرو، و در صورتی خواستن دیلیت شون روی دیلیت آل کلیک میکنین. دیلیت زمانی ضرورت است که میبینید که تخمین درست نیست و یا مشکل دیگه باشه، روی دیلیت آل کلیک میکنین، تمام رکوردها حذف میگردد. فعلا اپروو میکنیم. بعد زمانی که اپروو کنیم دیگه ما رکوردها رو حذف کرده نمیتونیم. بعد Health Facility Average Best Consumption است. Health Facility Average Best Consumption زمانی ضرورت می شود که کلینیک هایی که انتخاب کردن، یعنی 3 کلینیک در اینجا انتخاب کردن، اگر یکش یا دویش یا تمامش راپوری گذشته نداشته باشد، یعنی در ماه‌های قبلی راپور نداشته باشد، در اون صورت سیستم به صورت اتومات برای اون کلینیک ها تخمین خواهد کرد که برای این کار نیاز است که روی اپ Average Best Estimation کلیک کنید. در صورتی که خاطره که میبینین برای ناریوتیف برای 2 کلینیک تخمین گردیده است، مجموعاً 43 است. در صورت adjustment ضرورت باشه میشه adjustment کنیم مثل قبل. البته تعداد اطفال 0 است. همینطور شما میتونین اپروف کنین و یا حذف کنین یا همه‌اش را حذف کنین. شکر از توجهتان در این قسمت. در قسمت بعدی IP Estimation، کانتکس و ریکویزیشن را کار خواهیم کرد.